الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجة بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. هدیه کنید نثار صدیقه طاهره سلام الله علیها یک صلوات بفرستید. خب ما بحث تفسیر روایی قرآن رو میخواستیم شروع کنیم و بیایم آیاتی که توی قرآن هست رو با روایاتی که ذیلشون بیان شده مطرح کنیم. در حقیقت میخوایم ببینیم اهل بیت عصمت و طهارت در مورد آیات قرآن چه نکاتی رو فرمودن، تفسیر اهل بیت از آیات قرآن چگونه بوده و این برای ما بسیار ارزشمنده. خب تفاسیر زیادی موجوده و عزیزانی اومدن، بزرگوارانی اومدن و تفسیر کردن قرآن رو، حالا با آیات قرآن تفسیر کردن یا از منابع عقلی تفسیر کردن، اومدن از منابع لغات تفسیر کردن. منتها ما اون چیزی که مد نظرمون هست توی این مباحث اینه که ببینیم تمام روایاتی که ذیل آیات قرآن اومده رو بررسی کنیم و حالا این روایات رو دونه دونه، بعضی از روایات اومده فرد پیش امام از امام سوال کرده، گفته که آقا نظرتون در مورد این آیه چیه، تفسیر این آیه چیه، تعویل این آیه چیه، این آیه در مورد چه موضوعی نازل شده است. یا اینکه اینطوره که گاهی اوقات افراد میان پیش امام و میپرسن که آقا جان مثلا ما این مشکل رو داریم، این سوال برامون به وجود اومده و حضرت پاسخ اون سوال رو با آیه از قرآن میدن. یعنی میفهمند که مثلا در باب موضوع خمس، در باب موضوع انفاق، در باب موضوع ظلم نظر ما اهل بیت اینه و یک آیه رو قرائت میکنن، در پایان اون نظر استناد میکنن که خب نگاه کن توی قرآن هم همچین چیزی اومده. اینجور ما روایاتی رو داریم ذیل آیات، گاهی هم شأن نزول آیات رو بیان فرمودن اهل بیت. پس چند مدل بیان شده ذیل آیات، روایاتی که ما میخوایم دونه دونه اینها رو بررسی کنیم. شروع هم کردیم، گفتیم انشالله از سوره حمد شروع کنیم و انشالله اگر زنده بودیم توفیق بود، خدا متعال لیاقتش رو ما داد، انشالله تا پایان قرآن رو بیایم و روایاتش رو بخونیم انشاءالله. بعضی از عزیزان همین پیشنهاد رو دادن، ما خب خیلی توصیه میکردیم، گفتیم این گونه قرآن رو بخونید، یعنی برید ذیل آیات ببینید چه روایاتی اومده و مطالعه بفرمایید. گاهی هم حالا مثلا منابعی معرفی میکردیم، توصیه میکردیم، دوستانی گفتن که آقا بیا شما و این رو بگو، حالا شما این که میگی برید بخونید شاید کسی مثلا فرصت نکنه یا حالش نباشه، ولی وقتی شما اینو بیایی به خودت بخونی و مثلا ضبط کنی و این وایس رو قرار بدی، صداش رو قرار بدی، حالا مثلا ما میشینیم تو ماشین میخوایم بریم یه جایی، این صدا رو گوش میدیم و این به ما کمک میکنه که مثلا بتونیم اینها رو، این مباحث رو بشنویم. ما هم گفتیم که خب پیشنهاد خوبیه، شروع کردیم اینو به صورت لایو ضبط میکنیم و انشالله توی صفحمون قرار میدیم و اینجا میمونه، آرشیو میشه. حالا کسایی که میخوانم میتونن با نرم افزارهایی که هست دانلودش کنن و ببرن جای دیگه توی
آرشیوی نگهداری کنن و صدا رو گوش بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت اول از امام صادق علیه السلام. میفهمد که ایشون از روایت رو موسی بن جعفر از پدرشون امام صادق علیه السلام نقل کردن که به ابی حنیفه میفرمودن ما سورة اولها تحمید و اوسطها اخلاص و آخرها دعا. کدوم سوره است که سوال پرسیدن اهل بیت از ابی حنیفه که کدوم سوره است که اولش تحمید حمد کردن، وسطش اخلاص و آخرش دعاست. فبقی متحیرن، متحیر موند و پاسخ نداد اون بنده خدا. ثم قال لا ادری، گفتش نمیدونم. قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام فرمودن از سورة التي اولها تحمید، سوره‌ای که اولش تحمید خداونده، حمد خداوند متعالی، و اوسطها اخلاص، وسطش اخلاص بنده نسبت به خداست، و آخرها دعا سورة الحمد. شما سوره حمد رو که میخونید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، ما داریم حمد میکنیم اون خدایی که رحمان و رحیم است، مالک یوم الدین. حالا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینجا میگی آقا من خلوص دادم، خالص کردم همه افعالم رو، ایاک نعبد تو رو میپرستم، خالص کردم برای تو، و ایاک نستعین. حالا بعد دوباره دعا میکنی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، که حالا تفسیرش میاد. پس این سوره اولش میشه حمد، وسطش میشه اخلاص و آخرش میشه دعا. سوره‌ای که این خصوصیت رو امام براش ذکر میکنه. بعد در مورد فضیلت این سوره روایت دوم آقا رسول الله میفرمایند ان الله من علی بفاتحه الکتاب من کنز الجنه. آقا رسول الله میفرمایند با تأکید، ان وقتی میاد ان الله تأکید رو میرسونه، منت گذاشتن بر من رسول الله به سوره فاتحه الکتاب و سوره حمد. از کجا این منت رو گذاشتن؟ من کنز الجنه، از گنجی از بهشت یا از گنج بهشت. یعنی این نعمت رو سوره فاتحه الکتاب به عنوان یک نعمت بزرگ ذکر شده که با این نعمت بزرگ بر آقا رسول الله که خیر خلق هست، بهترین خلق هست، منت گذاشته شده و این سوره بهش نازل شده است. این روایت اول تو فضیلت سوره حمد. روایت دوم جابر از رسول الله نقل میکنه توی یک حدیث بسیار طولانی که یقول فیها حاکیان عن الله تعالی و اعطیتک و لامتک کنزا من کنوز عرشی فاتحه الکتاب. از خدا تعالی یک روایت قدسی آقا رسول الله برای جابر نقل میکنن. جابر حال نداشته کامل طولانیشو بگه، میفرماد که حدیثون طویل. در یک روایت طولانی گفتن آقا رسول الله که حکایت میکرد از خدا تعالی که من این سوره حمد رو عطا کردم به تو و به امت تو گنجی از گنجهای عرش خودم. و اون چیه؟ فاتحه الکتاب. یعنی باز یه خصوصیتی برای سوره فاتحه الکتاب گفته شد و اونم اینه که این سوره فاتحه الکتاب، سوره حمد، یک گنجی است از گنجهای عرش الهی. ببخشید ما سرماخوردگی داریم از این کولرگازی های سفر 40. روایت سوم
از فضائل سوره حمد. ان الله عز وجل قال لی، آقا رسول الله میفرمایند که خداوند متعال به من گفت یا محمد صلی الله علیه و آله ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم فافرد الامتنان علی فاتحة الکتاب و جعلها بإزاء القرآن العظیم و ان فاتحة الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش و ان الله عز وجل خص محمدا صلی الله علیه و آله و شرفه بها و لم یشرک معه فیها احدا من انبیائه ما خلا سلیمان. پیامبر میفرماید که خداوند متعال به من فرمود آقای رسول من، ای محمد ما به تو سوره حمد رو، سبع من المثانی نام دیگر سوره حمده، عطا کردیم و قرآن عظیم رو بهت دادیم. آیه هجر سوره 80 سوره هجر آیه 87 چیه؟ ان ولقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم. یعنی سوره حمد رو خدا متعال جدا آورد، گفت من به تو سوره حمد رو عطا کردم و قرآن عظیم رو. یعنی سوره حمد که بخشی از قرآن هست رو خدا متعال جدا میکنه، بیرون میاره و قرآن رو میذاره مقابلش. عظمت سوره حمد رو میخواد برسونه. بعد میفهمد و با فاتحة الکتاب جداگانه بر من رسول خدا منت گذاشت و اون رو در کنار قرآن عظیم قرار داد. پس این فاتحة الکتاب ارزشمندترین چیز در گنجینه عرشه و خداوند متعال اون رو به من اختصاص داد و منو مفتخر کرد و هیچ کدوم از پیامبران رو مفتخر نکرد به این نعمت سوره حمد مگر حضرت سلیمان رو. یعنی به یکی دیگه از انبیا هم این نعمت داده شده. حالا بریم جلوتر ببینیم این نعمت چجوری به او هم داده شده و به حضرت محمد هم داده شده. او چگونه شریکه در این نعمت با حضرت محمد. امام عسکری روایتی رو میفرمند ان الله عز وجل قد فضل محمدا بفاتحة الکتاب علی جمیع النبیین. خدا متعال برتری داد حضرت محمد رو با سوره فاتحة الکتاب که به او نازل کرد بر همه انبیا. ما اعطاها احد قبله، به هیچ یک از انبیاء الهی سوره حمد قبل از حضرت محمد داده نشده بود الا مگر ما اعطا سلیمان ابن داوود، مگر به حضرت سلیمان ابن داوود که چی بهش دادن؟ این که میگن به او هم داده شده از سوره حمد فقط یک آیه من بسم الله الرحمن الرحیم، فقط آیه بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد به سلیمان دادن. فرعاها اشرف من جمیع ممالکه. این آیه بسم الله الرحمن الرحیم رو میفرماد وقتی به حضرت سلیمان ابن داوود داده شد، حضرت سلیمان ابن داوود معرفتی که نسبت به بسم الله الرحمن الرحیم پیدا کرد و عظمتی که از این آیه درک کرد، فرعاها چگونه دید این عظمت رو؟ اشرف من جمیع ممالکه، بالاتر با شرافتر از همه ممالکی که تحت امر حضرت سلیمان بود. شما حضرت سلیمان رو میخونید تو آیات قرآن، میگه امر کرد به اجنه برن اون ملکه سبا رو با ملکش همه رو بردارن بیارن. اینقدر ممالک تحت کنترل او زیاد بود، پرنده ها همه اجنه همه تحت سیطره او بودن. او میگه، یعنی امام عسکری فهمد که وقتی آیه بسم الله الرحمن الرحیم از سوره حمد به حضرت سلیمان عطا شد،
او همین یک آیه رو شریفتر، اشرف من جمیع ممالک التي اعطاها، از همه اون ملکی که بهش داده شده بود بالاتر دید. فقال، و گفت یا رب ما اشرفها من کلمات انها لآثر عندی من جمیع ممالکی. خدایا این چه کلمات شریفی بود که به من دادی که من اونها رو از همه ممالکم که به هم عطا کردی بالاتر میبینم. قال الله تعالی یا سلیمان و کیف لا یکون کذالک. خدا تعالی سلیمان میگه که چطور اینجور نباشه، یعنی اینقدر شریف نباشه این کلمات. و ما من عبد، هیچ بنده ای نیست، ولا امت، و هیچ کنیزی نیست، سمانی بها، من رو به این نامها بخونه، بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه رو بخونه، الا اوجبت له من ثواب 1000 ضعف، مگر اینکه من خدا متعال اگه یک مردی یا یک زنی، یک بنده آقا یا خانومی، عبد او امتن، هیچ زن و هیچ مردی نیست مگر این که منو با این کلمات میخونه و ثواب 1000 برابر مملکت تو رو بهش میدم ای سلیمان. یعنی چی؟ یعنی اون خیری که با بسم الله الرحمن الرحیم و خواندن خداوند متعال با این نام داده می شود 1000 برابر خیری است که همه ممالک سلیمان نبی داشتن. یعنی از لحاظ وزنی همه ممالکی که به سلیمان نبی در دنیا داده شده بود، وزنش در سرای اصلی و باقی چقدر؟ 1000 برابر اون ممالکی که به حضرت سلیمان داده شده. این از لحاظ وزنی، این بسم الله الرحمن الرحیم تنها آیه‌ای از سوره حمد که به حضرت سلیمان نبی داده شده بود. بقیه آیات هم تازه داده نشده ها، سبع من المثانی کامل داده نشده، فقط یک آیش رو به حضرت سلیمان دادن. میگه وزن این 1000 برابره همه ممالک حضرت سلیمان، که این رو صدقه بده. یعنی یه بندهی پیدا بشه انقدر ممالک داشته باشه که اینا برسه به ممالک حضرت سلیمان، تملکات حضرت سلیمان، همه اینها رو در راه خدا صدقه بدهد، وزنش تازه میشه هم وزن اون کسی که خداوند رو با بسم الله الرحمن الرحیم بخواند. یعنی بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بفهمه چی داره میگه. و میفرماید که تازه این 1/7 سوره است که به حضرت محمد صلی الله علیه و آله سرور انبیا داده شده، به سلیمان نبی گفته میشه. میگن تازه این یکی از آیات اون سبع من المثانیه. اینم روایت 4 در فضیلت سوره حمد. انشالله تو جلسات بعدی ادامهش رو میگیم. امکان داره سوره حمد مثلا 1 ماه طول بکشه، ولی ما سعی میکنیم که هر روز همین مقدار 10 دقیقه 1 رو 20 دقیقه در مورد روایاتی که ذیل آیات قرآن کریم اومده خدمت شما روایت خونی کنیم. چیزی هم از خودمون اضافه نمی کنیم، صرفا روایت خونی میکنیم با هم دیگه. و اینم که توی لایو برگزار کردیم برای اینکه ثبت بشه و انشالله بمونه
بتونیم استفاده کنیم ازش. در جاهای دیگه هم بشه مثلا دانلودش کرد و احتمالاً توی کانال ایتامون هم قرار بدیم و توی کانال بله هم قرار بدیم. عزیزانی که میخوان میتونن اونجا بعداً به صورت آفلاین هم استفاده کنن. انشالله که همیشه پای قرآن باشیم، یاد بگیریم از قرآن و روایات اهل بیت که پیامبر گرامی اسلام فرمودن انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، یعنی من کتاب خدا رو و اطرتم رو، یعنی همین روایات اهل بیت رو نزد شما به ودیعه گذاشتم، به این دوتا چنگ بزنید تا رستگار بشید. ما با این کاری که داریم انجام میدیم سعی کردیم که به این دوتا تمسک کنیم، چنگ بزنیم و آیات و روایات رو با هم دیگه بخونیم، یعنی روایات ذیل آیات رو بخونیم که انشالله راه رو به همون نشون بدن. این جلسه اول انشالله که عزیزانمون استفاده کنن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا و بالقاسم المصطفى محمد.